این دفعه دیگه حتما از تاها میبرم. بابا پدر بزرگ از دوستاش خجالت میکشه؟ آخه چرا؟ یعنی چی باشه شده؟ حتما اگه پول لازم داشتی حتما به هم بگو. خداحافظ. بابا بزرگ چیزی شده؟ راستش فردا نمیتونیم بریم سفر. آخه چرا؟ آخه محمود و نوه‌هاش نمیتونن بیان. چرا نمیان؟ نوه کوچیکش زهرا سرطان خون گرفت. زهرا جون عزیزم، اونا هم کلاسیات بودن، میخواستن بیان عیادتت. خب من خجالت میکشم. هر کی منو اینطوری ببینه مسخرم میکنه. دوستاتن دخترم، خجالت نداره که. بابا بزرگ همه موهام ریخته، زشت شدم. درد و بیحالیم یه طرف، مسخره شدن و تنهاییم هم یه طرف. نگران نباش، مامان بابات رفتن جواب آزمایش سلولای بنیادی تاها رو بگیرن. به امید خدا با پیوند مغز و استخون داداشت حالت خوب میشه. یعنی میشه دوباره خوب بشم؟ به امید خدا زهرا. اجازه هست؟ سلام علیکم. سلام. بیاین تو بچه ها. زهرا جان دوستات اومدن. نه سلام عمو. چرا چشماتو بستی؟ چشمتو باز کن بچه ها رو سلام ببین. بچه های گلم. چطوری زهرا؟ خوبی زهرا جون؟ جواب آزمایش تاها رو نگرفتی؟ بچه ها رفتن بگیرن. راستی محمود جان خیلی نگران هزینه های بیمارستان و درمان زهرا بودم. اگه کاری از دستم برمیاد بگو، تعارف نکن. ممنون، اما خدا رسوند. یادته اون روز پای دستگاه ماشین زمان بهم چی گفتی؟ الانم توصیه میکنم به پسرت بگی تو هم واسه خودش هم واسه نوه‌هات بیمه عمر سامان بگی. من و سارا هم بیمه عمر سامان داریم. ماجرا رو که برای پسرم تعریف کردم، اونم رفت و برای خودش و بچه هاش بیمه عمر سامان گرفت. خب دیگه الانم بیمه عمر سامان هزینه های درمانی زهرا رو پرداخت. چه جالب، بیمه عمر سامان. بله. با بیمه عمر و سرمایه سامان هزینه های درمانی خانواده من را تأمین کنید. گروه فروش آتیه سازان